بسم الله الرحمن الرحیم. آفرینش عالم. در اول خدا آسمان و زمین را آفرید. همه جا تاریک بود و خدا روشنایی را آفرید. بعد خدا آفتاب، ماه، ستارگان، درختها، گلها و حیوانها را آفرید. او گفت که جانورها در آب شنا کنند و پرندگان در هوا پرواز نمایند. هر آن چیزی که خدا گفت شد و او دید که این خوب است. خدا در مابین 6 روز همه چیز را آفرید. در خود روز ششم خدا آدم را در صورت خود آفرید. او آدم را از خاک زمین ساخت. خدا به آدم نفس خود را پف کرده به او جان بخشید. بعد خدا از یک قبرغه آدم زن را آفرید. نام مرد آدم و نام زن حوا بود. آنها لوچ بودند ولی شرم در آنها نبود. در روز هفتم خدا کارهایش را انجام داد و دید هر چی را که آفریده است خیلی خوب است. خدا به آدم و حوا برکت داده گفت: زیاد شوید و از بالای درختان، حیوانات و همه مخلوقان روی زمین حکمرانی کنید. خدا آدم و حوا را پاک و بیگناه آفریده بود. برای همین آنها با خدا مناسبتی پاک و بسیار نزدیک داشتند. خدا برای زندگی کردن آنها جای بهترین را داد که باغ عدن نام داشت. خدا به آدم فرمان داده گفت: از میوه هر درخت باغ خوردن گیر، اما از میوه درخت دانش نیکی و بدی نخور، زیرا روزی که از آن بخوری حتما میمیری. مار از همه حیوانهای روی زمین که خدا آفریده بود عیارتر بود. روزی مار به پیش حوا آمده پرسید: آیا خدا در حقیقت گفته است که از میوه همه درختان باغ نخورید؟ زن جواب داد که خدا به آنها امر کرده است فقط از میوه درخت دانش نیکی و بدی نخورند تا نمیرند. لیکن مار به وی گفت: نه، شما نمیمیرید. خدا میداند که اگر شما از میوه آن درخت خورید چشمهایتان گشاده میشوند و شما مثل خدا داننده نیکی و بدی میشوید. زن دید که آن میوه خوب است. پس حوا و آدم آن میوه را خوردند. چشمهایشان گشاده شد. آنها فهمیدند که لوچ هستند. آنها شرم داشته از خدا پنهان شدند. خدا آنها را جیغ زد. آدم و حوا جواب دادند و واقعه روی داده را به خدا نقل کردند. خدا به آنها فرمان داده بود که از میوه همان درخت نخورند، لیکن آنها اطاعت نکردند. آنها با این کارشان مناسبت پاکی را که پیشتر با خدا داشتند ویران کردند. گناه آدم و حوا را
از خدا جدا کرد و خدا آنها را جزا داد. به فکر شما خدا با آنها چی کار کرد؟ آیا آنها می میرند؟ در حکایه دوم شما می توانید درباره تقدیر آینده آنها